اگر خواهید که از نکوکاری لذت برید به درماندهی نیکی کنید که از او هیچ امیدی نباشد. این گونه شعار دارد نومان حسنوف، ساکن محله وحدت شهری خوجند. او ماه اپریل سال 2016 با یک گروه فعالان محله وحدت در یک بینای خالی نقطه خیر و احسان را تشکیل نمود. این نقطه از خواهشمندان سر و لباس، پایافزال، اسباب انجام روزگار و خلاصه آن چیزی را که دیگر برایشان لازم نیست جمع آوری می‌نماید و آن نفرانی که به این چیزا احتیاج دارند و نمی‌توانند آن را خریداری نمایند می‌توانند که از این نقطه رایگان دسترس نمایند. طول فعالیت 2 ساله این نقطه به زیاده از 3000 نفر شهروندان خدمت رسانیده است. اما که نومان میگوید که فعالیت نقطه مذکور نظررس بوده، همچنین آنها با بیمارخانه و خانه بی‌پرستاران شهر و ناحیه اطراف نیز همکاری دارند. این حال 2 نفر ولانتیر در این نقطه کار میکنند و اشیا و لباس‌های به این نقطه وارد شده را نظارت مینمایند. شهروندانی که امروز به سخاوت میل دارند با خواهش خودشان آوردن سر لباس را به این نقطه میسپارند. در وقتی که ما لباس جمع میکنیم، لباس خیلی زیاد میشود، ما همکاری میکنیم با بیمارخانه روحی، روان پزشکی، با آنها هم دعوت میکنیم آمده از اونجا لباس میگیرند، پایافزال میگیرند، برده از همون یک بهره میبرند. تمام شهر ناحیه‌های ولایت کوهستان مچو میبیان، غانچی میبیاد، بابا جان غفور و من اطرافی بابا جبار رسول آمده از همونجا. ما وقتی که میبیان ما میپرسیم فامیلشون نام و نسب رو نمیپرسیم، شما از کدوم ناحیه ها روی شهرستان آمدن مینویسیم. ما در این نقطه شخصا نام و نسب شهروند رو ثبت نمیکنیم. این کار خالصانه. اما که نومان عین حال در نفقه قرار دارد. او از فعالیت این نقطه قناعتمند بودن میگوید که تا حد امکان به درآمده و ناداری با این راه کمک میرساند. این تنها سمت فعالیت او در رسانیدن کمک به نیازمندان نیست، زیرا او در خانه خود به تعمیر عرابچه‌های معیوبی مشغول است و هر عرابچه‌ای را بدون حق و مزد تعمیر مینماید. در برابر این او با استفاده از محصولات‌های ساختمانی با طرز و اصول خاص عرابچه‌های معیوبی را ساخته با نرخ نسبتاً ارزان میفروشد. با متریال هایی که در بازار مسائل ساختمانی هست، عرابچه معیوبی بسیار ساختم برای شخصانی معیوب یکی تنها. این عربچه ما عبارت من میبینیتون از 2 چرخ ولسیپد، 2 چرخ میده، جای نشست، بغیر از آن اینجا باید دارد ترمز هم دارد. عربچه ما نسبتا عربچه هایی که از خارج میبیاد فرقیت دارد. ما یک استال کم داریم برای شیشته نشستن، برای یکان خوراک می، کتاب خواندن می. من عربچه زیاده 20 دانه ساختم. این نرخ این عربچه فروشش 400 سومان. موادهایی که به این صرف می شود 300 سومان مواد صرف می شود. اما که نومان میگوید که پیوسته از سخنرانی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح و الهام تازه گرفته، بازم خوبتر و بیشتر تلاش می‌نماید تا دست نیازمندان ناداری را بگیرد، زیرا پیشوای ملت همیشه در سخنرانی‌های خود شهروندان کشور را دلالت می‌نمایند تا حد امکان به نیازمند کمک نمایند. رستم احمدوف، عزیز جان اسلاموف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.